سلام به لوماریا، خوش اومدین. من گیسوام. امروز میخوایم راجع به فیت کردن یه مدل پیش بینی صحبت بکنیم. نوشته های این اسلایدشو به انگلیسیه تا موقع سرچ صحبت با چت جی پی تی راحت باشین و اصطلاحات برنامه نویسی رو سریعتر یاد بگیریم. این ویدیو بر اساس کتاب نانسنس نوشته اینجی طراحی شده و 4 سرفصل داره. فصل فیت کردن پردیکتیو مدلش. اولین سرفصل کشف کردن ترندها برای پیشبینی، دوم تیون کردن پارامترها، سوم ولیدیشن و چهارم رگولارایزیشن. دختری رو تصور بکنید که از کنار باغی عبور میکنه که گلای آبی و نارنجی داره. میونه این گلا چندین تا غنچه هم هست. دختری که کنجکاوه بدونه که این غنچه ها در نهایت به چه رنگی شکوفا میشن، شروع میکنه الگو درآوردن از توزیع این گل‌هایی که شکوفا شدن، گل‌های آبی و نارنجی. بر اساس مشاهداتش میتونه یه حدسایی بزنه. کاری که این دختر انجام میده شبیه به وظیفه‌ایه که مدل‌های پیش‌بینی داره. یعنی اول الگوها رو کشف میکنن، بعد از این الگوها برای پیش‌بینی استفاده میکنن. ولی خب الگوها میتونن مبهم باشن. اگر مثلا یه دختر دیگه همین کار میخواست انجام بده، ممکن بود که پیشبینی متفاوتی داشته باشه و مرزهای متفاوتی برای خودش ترسیم بکنه برای اینکه گل‌های آبی از گل‌های نارنجی جدا بکنه. به همین شکل هم مدل‌های پیشبینی میتونن الگوهای متفاوتی رو از همون داده‌های یکسانی استنباط کنن و پیشبینی‌های متفاوتی بکنن. نتیجتا شکل سمت چپ رو اگر که نگاه بکنید، 3 سناریو نشون میده که چطوری میتونیم الگوهای توزیع برای گل‌های آبی و نارنجی استنباط بکنیم. توی شکل اول مرزهای جدا کننده 2 رنگ بیش از حد جزئی هستند. برای همین تغییرات تصادفی رشد گل‌ها میتونیم به عنوان الگو به اشتباه بگیریم که قابل تعمیم به گل‌های جدید شاید نخواهند بود. به این قضیه میگیم اوورفیتینگ. توی شکل دوم میبینیم که مرزها مبهمن، توی شکل سوم مرزها مبهمن، الگوهای ظریف نادیده گرفته میشن. در نتیجه اطلاعات کمتری برای پیشبینی هست. به این مشکل میگیم آندرفیتینگ. اگه یه مدل پیشبینی اوورفیتینگ یا آندرفیتینگ داشته باشه، پیشبینیاش ممکنه نادرست باشه. چیزی که ما نیاز داریم یه مدل پیشبینی مثل شکل وسطه که بهش میگیم فیت ایدئال، که تونسته بین توزیع فعلی گل‌ها و توانایی پیشبینی محل رشد گل‌های جدید و رنگ‌هاشون تعادل برقرار کنه. برای اینکه ما بتونیم یه مدل پیشبینی کننده استخراج کنیم که به خوبی با داده‌های ما مطابق باشه، باید 2 کار انجام بدیم. 2 کار میتونیم در واقع انجام بدیم. اولین کار اینه که چندین تا مدل استخراج کنیم. مثلا توی مثال ما اینطوری میشه که چندین تا دختر رو دعوت بکنیم بیان مرزهای متفاوتی رو برای گل‌ها رسم بکنن، یا بس هم دختر اصلی داستان هم بخوایم که این کار چندین بار انجام بده. یا اینکه میتونیم بخش‌های از یه الگوریتم پیشبینی رو برای به دست آوردن مدل‌های مختلف تغییر بدیم که بهش میگیم پارامتر تیونینگ. دومین کاری که باید بکنیم اینه که بهترین مدل رو انتخاب بکنیم. در نتیجه بعد از اینکه مرزها رو ترسیم کردیم، باید ببینیم که کدوم مرز توی پیشبینی رنگ گل‌های جدید بهترینه. یه مدل ایدئال نه تنها با داده‌های حال حاضر مطابقت داره، بلکه میتونیم با داده‌های ناشناخته ازش پیشبینی‌های درستی در بیاریم. عرض به این که مدل ما چقدر داده‌های جدید رو خوب پیشبینی میکنه رو بهش میگیم ولیدیشن. خب بریم سراغ پارامتر تیونینگ که بهتون اشاره کردم. هر الگوریتمی از بخش‌های به اسم پارامترها تشکیل شده که میتونن تنظیم بشن تا الگوریتم به طور متفاوتی عمل بکنه. اینجا یه سری از الگوریتم‌ها و پارامترها، بعضی از پارامترهاشون رو براتون آوردم تا دید بهتری پیدا بکنید به صحبت من.
بذارید ما از KNN شروع کنیم یا همون K-nearest neighbors که یکی از ساده ترین تکنیک های طبقه بندی داده است. فرض کنیم ما میخوایم یه سری داده آبی و نارنجی داریم و یه داده جدید. من میخوام داده جدید رو طبقه بندی کنم بر اساس KNN. KNN چطوری کار میکنه؟ اینطوری که بر این اساس عمل میکنه که یک نقطه از داده همون رنگی رو داره که سایر نقاط نزدیک به اون دارن. مثلا اگر این نقطه داده ما اینجا با 4 تا نقطه آبی و یه دونه نقطه نارنجی احاطه شده، ما رنگ آبی رو به این نقطه داده اختصاص میدیم با الگوریتم KNN. به تعداد نقطه داده‌ای که اینجا ما داریم در نظر میگیریم که مثلا اونجا میانه 5 تاست، میگیم پارامتر این الگوریتم KNN. من میتونم این 5 رو تنظیم بکنم، میتونم 3ش بکنم، میتونم 6ش بکنم و این تنظیم این عدد یا همون K اینجا پارامتر تیونینگه. اگر که K خیلی کوچیک باشه، نقطه داده جدید فقط با همسایه نزدیک مطابقت پیدا میکنه. مثلا توی شکل دوم رو نگاه بکنید که رایر 3 در نظر بگیریم، نقطه داده جدید با رنگ سبز رو خواهیم گفت مثلث قرمز. این باعث میشه که خطا زیاد باشه. اگر که خیلی بزرگ باشه، یه دایره بزرگ باشه، داده سعی میکنه با همسایه های دور مطابقت داشته باشه که ممکن اصلا ربطی بهش نداشته باشه. اما وقتی که این مقدار مناسبی باشه، داریم نقطه داده رو به تعداد مناسبی از همسایه ها ارجاع میدیم که این باعث میشه که خطاها از بین برن ولی روند کلی داده باقی بمونه توی پیش بینی ما. خب حالا میرسیم به بحث ولیدیشن. ارزیابی میزان دقت توی مدل پیش بینی داده جدید رو میگیم ولیدیشن. ما میتونیم به جای اینکه منتظر بمونیم که اون گلامون شکوفا بشن و ببینیم درست کار کردیم یا نه، پیش بینی درست بوده یا نه، میتونیم یه طرح از گلهامون ترسیم بکنیم. اونها رو به 2 قسمت تقسیم بکنیم. گروه اول گلها رو بهش میگیم داده های ترین که برای تولید و تنظیم مدل پیش بینی استفاده میشن. گروه دوم رو بهش میگیم مجموعه داده های تست که استفاده میکنیم برای آزمایش دقت پیش بینی مدلی که رنگ صحیح رو برای بیشترین تعداد گل توی مجموعه داده های تست پیش بینی بکنه، بهترین پارامتر K رو داشته. در نتیجه ما میتونیم از این ولیدیشن استفاده بکنیم برای اینکه بهترین پارامتر K رو پیدا بکنیم. اگر مجموعه داده اصلی اما کوچیک باشه، ممکنه من نتونم تقسیمش کنم به بخش ترین و بخش تست بدون اینکه دقت آزمایشم رو قربانی بکنم. این رو وقتا ما برای اینکه ما به جای استفاده از 2 تا مجموعه داده جداگانه یه تکنیک استفاده میکنیم که بهش میگیم کراس ولیدیشن. یعنی ما از همون مجموعه داده برای هر دو هدف استفاده میکنیم. چطور؟ اینطور که این کار رو با تقسیم مجموعه داده به چندین بخش برای آزمایش مکرر مدل انجام میدیم. پس داده هم رو میایم به چندین بخش تقسیم میکنیم. مثلا توی شکل میبینیم 4 بخش تقسیم کردیم. توی یک تکرار آزمایش یا تکرار مدلمون از همه این 4 تا بخش استفاده میکنیم به جز یه بخش. اون یه بخش رو میذاریم کنار برای تست نتیجه پیش بینی. 3 بخش دیگر رو میذاریم برای آموزش مدل پیش بینی. و این کار رو تکرار میکنیم تا وقتی که از همه قسمت ها یک بار توی تست استفاده شده باشه. خب حالا که ما چندین بار این آزمایش رو تکرار کردیم، دقت نهایی مدل چی میشه؟ میشه میانگین دقت هر آزمایش. اگر نتایج کراس ولیدیشن نشون بدن که دقت پیش بینی مدل ما پایینه، میتونیم K رو عوض بکنیم، یعنی پارامتر تیونینگ و پارامتر مدلم رو عوض بکنیم. خب اما اگر که ما مدلمون پارامترهاش زیاد باشن یا پیچیده باشه، مدلمون پیچیده محسوب میشه. KNN اساسا مدل ساده‌ایه. در نتیجه اینجا بیایم مثالمون رو به رگرسیون خطی عوض بکنیم. توی رگرسیون خطی من یک خط میکشم برای تحلیل روند داده ها.
مثلا فرض بکنید که من بخوام درآمد یک فرد رو پیش بینی بکنم بر اساس سنش و این نقاط داده من هستن. در نتیجه من میام یک خط میکشم که سعی کنم بیشترین نقاط داده رو پوشش بده. من میتونم حالا پیش بینی کننده بیشتری وارد مدلم بکنم. مثلا IQ بهره هوشی فرد رو اضافه بکنم به عنوان پیش بینی کننده مدل، یا درآمد والدینش رو. اینطوری میبینم که این مدل پیچیده تر داره، میبینم که مدل سعی میکنه نقاط داده رو پوشش بده و شکل پیچیده تری به خودش گرفته. در نتیجه اینجا ما خطر اوورفیت مدل رو خواهیم داشت که اوورفیت هم براتون توضیح دادم. پس ما میتونیم انتخاب بکنیم که کدوم پیش بینی کننده رو بذاریم توی این مدلمون، یا اینکه تعیین بکنیم که هر پیش بینی کننده چه مقدار باید در استخراج خط روند نقش داشته باشه که به اون میگیم وزن پیش بینی کننده، تا اینکه کمترین خطای پیش بینی داشته باشیم. هدف در نهایت کم کردن خطای پیش بینی. خب پس میام من یک چیزی به اسم جریمه به مدلم اضافه میکنم که هر چقدر که پارامترهای مدل من پیچیده تر بشن جریمه بیشتر بشه. اینجا من این پارامتر تنظیم جدید به مدلم اضافه کردم به اسم همین جریمه که باید خودش تیون بشه یا تنظیم بشه، که به این کار چی میگم رگولارایزیشن. یعنی من یک پارامتری اضافه کردم به اسم پارامتر جریمه به مدلی که خودش پارامتری برای تنظیم نداشت، همون مدل رگرسیون خطی، که بعد بتونم مدلم و خطای پیش بینیش رو کمتر بکنم. خب رسیدیم به آخر فصلمون که توی این فصل اومدیم اصول اولیه چگونگی فیت یک مدل پیش بینی رو پوشش دادیم که اساس ویدیوهای بعدیمونه، تکنیک‌های بعدیمونه که قراره بگم براتون. مهم نیست از کدوم تکنیک پیش بینی قرار ما استفاده بکنیم بچه‌ها، فرآیندهای تنظیم پارامتر، والیدیشن، رگولارایزیشن، همه توی این تکنیک ها موثرن و استفاده میشن. هر سوال داشتین برامون کامنت کنید یا برامون ایمیل کنید، سوالای داده ایتون رو با کمال میل جواب بدید. خداحافظ.